به نام و یاد خداوند بزرگ. دوستان عزیز سلام. امیدوارم صحتمند و سلامت باشید. من حمیدالله میرزایی هستم. در خدمت شما هستم با یک ویدیوی آموزشی دیگر در قسمت اندازه‌گیری کثافت اجسام جامد با شکل منظم هندسی که برای اجرای از این فعالیت ما و شما به مواد و وسایلی که ضرورت داریم عبارتند از یک عدد جسم منظم هندسی، خطکش یا متر، یک پایه ترازو. روش کار چگونه است؟ برای محاسبه کثافت اجسام کتله یک جسم را در فی واحد حجم آن محاسبه میکنند که ما و شما توسط رابطه D مساوی M بر V میتونیم کثافت یک جسم محاسبه کنیم که در این رابطه D نشان دهنده کثافت، M نشان دهنده کتله جسم و V حجم جسم نشان میده. ایناله به خاطر که ما و شما بتانیم کثافت از این جسم جامد که ما در نظر گرفتم محاسبه کنیم باید کتله و حجمش بفهمیم. به خاطر اندازه گیری حجم جسم ما و شما به طول عرض و ضخامت از این جسم ضرورت داریم که باید طول عرض و ضخامت شول تشخیص بدیم. ایناله برای اندازه گیری حجم از این جسم ما از یک خطکش استفاده میکنم، میرم طول عرض و ضخامت از این جسم اندازه میگیریم که چی اندازه است. برای اندازه گیری طول میرم طول از این اندازه میگیریم. این جسم یک طول 16.5 سانتی متر داره. عرضش میبینیم، عرضش است 3.5 سانتی متر و ضخامتش یا ارتفاعش ضخامتش هم 3.5 سانتی متر است. اینال به خاطر از اینکه ما و شما بتانیم حجم از این محاسبه کنیم، برای دریافت حجمش طول عرض و ضخامت از این جسم با هم ضرب میزنیم، یعنی V مساوی به طول عرض ضرب ضخامت. هرگاه شما بگیرین 16.5 سانتی متر ضرب 3.5 سانتی متر و ضرب 3.5 سانتی متر بسازین، یک عدد 202.125 حاصل میشه و واحد حجم میشه سانتی متر مکعب، چون ما و شما 3 سانتی متر در حالت ضرب با هم داریم. سانتی متر ضرب سانتی متر ضرب سانتی متر میشه سانتی متر مکعب و حجم از این جسم میشه 202.125 سانتی متر مکعب. وقتی حجم دریافت شد اینو میریم کتلش دریافت میکنیم. برای اندازه گیری کتلش من از یک ترازو استفاده میکنم. ترازو رو من روشن میسازم، میمانم که حالت صفر بر خود بگیره. اینال جسم بالای ترازو قرار میتیم. این جسم یک کتله 162 گرم دار است. کتله جسم پیدا شد، این کتلش است 162 گرم. میریم طرف محاسبه کثافت. قیمت های دریافت شده را، یعنی قیمت کتله را و حجم میریم در رابطه کثافت وضع میسازیم. D مساوی M بر V، به جای M 162 گرم و به جای V 202.125 سانتی متر مکعب وزن میسازیم. هرگاه ما و شما 162 گرم تقسیم 202.125 سانتی متر مکعب بکنیم، کثافتی که اینجا دریافت میشه یک مقدار 0.8 گرم در سانتی متر مکعب است. این کثافت از این جسم را که ما و شما در نظر گرفته بودیم میشه 0.8 گرم بر سانتی متر مکعب. این چی رو بر ما و شما تشریح میکنه؟ این به این مفهوم که در هر سانتی متر مکعب خود این جسم جامد یک کتله 0.8 گرم داره، یا به عبارت دیگر هر 0.8 گرم از این جسم را که ما و شما در نظر گرفته بودیم یک حجم 1 سانتی متر مکعب داره است. امیدوارم فعالیتی را که در نظر گرفته بودم براتان مفید و مؤثر بوده باشه. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.